خب سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل صدرای MD. امروز اومدیم با بحث جذاب خوابگردی. چند وقت پیش داشتم تو اینترنت میگشتم، بعد یهو به یه سایت رسیدم درمان خوابگردی و وارد شدم و متوجه شدم خیلی اتفاقات عجیبی ممکنه در حال خواب اتفاق بیفته، یا میشه گفت خوابگردی، که تو این ویدیو من قراره اونا رو به شما به اشتراک بذارم و اتفاقات واقعی که افتاده در خوابگردی، اتفاقات عجیبی که افتاده رو بهتون نشون بدم. پس لایک و ساب فراموش نشه و بزن بریم. اولین چیز عجیب خوابگردی اسمشه. آقا اسم خودش عجیبه. اسمش از سومنامبولیسم. نمیدونم دقیقش چطور میگه، حالا واسه تو میذارم. Somnambulism. که همون خوابگردی هستش و این نام علمیشه، که علت این اتفاق یک اختلال تحریکی توی سلول های مغز هستش که باعث میشه ما زمانی که خوابیم مغز به صورت کامل وارد مرحله خواب نشه و یه جورایی به صورت ناخودآگاه فعال باشه مغز، و همین ما رو میرسونه به اتفاقایی که ممکنه تو خوابگردی بیفته و خیلی هم ممکنه خطرناک باشه. تو این ویدیو من اتفاقاتی که موقع خوابگردی واسه مردم میفته رو میخوام به شما بگم تا حواستون باشه. یه نکته هم هستش، اوج راه رفتن در خواب در بین سنین پایین هستش، یعنی بین 4 تا 8 سالگی و نهایتا تا 15 سالگی ادامه داره، که اکثرا هم کسانی که در بزرگسالی این اتفاق ادامه پیدا میکنه به خاطر اینه که خوابگردی در خانوادهشون ارثی هستش. یعنی مثلا پدرش مثلا در خواب راه میرفته یا مادرش در خواب راه میرفته و 80% بزرگسالا اینطوری به خوابگردی مبتلا میشن. حتی خوابگردی بیماری نیست، فقط یه نوع اختلاله. که حالا خوابگردی میتونه آسیب روحی توی کودکی داشته باشه، مصرف الکل باشه، کم خوابی باشه، مسافرت باشه و همه اینا علائم که نه، همه اینا عواملیه که باعث میشه بدن ما توی خواب راه بره و خوابگردی کنه. بله، حالا میرسیم به اتفاقاتی که ممکنه در خوابگردی بیفته. اول از همه اینو بگم که اتفاقاتی که در خوابگردی میفته خودش اینو کانجورینگ هستش، تازه اتفاقای سادهش. حالا جلوتر میبینید که چه اتفاقایی ممکنه بیفته در حال خوابگردی. یک، اشاره کردن به دیوار، که اصلا خیلی چیز رایجیه. یعنی شما ممکنه از تخت فقط از تختم خارج نشید، فقط ممکنه از جاتون بلند شین و مثلا به یک نقطه اشاره کنین یا مثلا دستاتون رو حرکت بدین و به جای خاصی اشاره بکنید، که این خیلی اتفاق معمولی هستش در خوابگردی. دومین چیز شکلک در آوردنه، یعنی مثلا لبخند میزنید یا مثلا اداهای مختلف در میارید. این هم میتونه نوعی از خوابگردی باشه. شماره 3 حرف زدنه، یعنی شما ممکنه با خودتون حرف بزنید، ممکنه با مثلا یک شخص خیالی حرف بزنید و همه اینا ممکنه در خوابگردی. یعنی شما ممکنه اصلا حتی همونطور که دراز کشیدید با خودتون حرف بزنید، مثلا بلند شید برید یک جای خاص و من اصلا با یه نفر حرف بزنید. خیلی این خیلی عجیبه، یعنی از اینجا بعد عجیبا شروع میشه. و میرسیم به رفتارهای پیچیده تر، مثلا رانندگی. یعنی ممکنه در حالت خوابگردی آدم بتونه رانندگی هم بکنه، حتی که متاسفانه منبعی پیدا نکردم تا حالا این اتفاق واسه کسی افتاده باشه، ولی اگر پیدا کردم حتما داخل ادیت میذارم این رو. بعدی نواختن موسیقیه، که این اتفاق واسه یک دختر 12 ساله در نیوزلند افتاده. این دختر ساعت 3 شب از جاش پا میشه و میره بالا سر پیانوش و شروع میکنه به پیانو زدن. ویدیوشو ببینیم.
بله خیلی عجیب هستش و خیلی هم جالبه که چرا انقدر خوب میزنه پیانو رو. بالاخره چون که ضمیر ناخودآگاه، یعنی اون چیزی که بلد هست رو داره انجام میده، واسه همین پیانو رو داره خیلی خوب میزنه و حالت عادی داره میزنه، چون ضمیر ناخودآگاهش بلده که چطور پیانو بزنه. بعدی بله اینو که دیگه اینم متاسفانه منبع موثق واسش پیدا نکردم که اتفاق افتاده باشه، ولی عجیبه. بعدی آماده کردن یا پختن غذا. این اتفاق واسه ای خانم افتاده که در شب در حال خواب گردی 2500 کالری غذا میخوره. یعنی در یک شب نه، در طول اینکه خواب گردی میکرده 2500 کالری غذا خورده در شب و خیلی عجیبه. این مثلا واسه بعضی سوالی که چرا من هی لاغر نمیشم، شاید داری تو خواب راه میری و غذا میخوری. بله دیگه کارهای دیگه هم هستش، مانند ادرار کردن در کمد. اصلا چرا باید این کارو کرد دادم نمیدونم، ولی خب انجام میدن دیگه، گفته اینجا، منم میگم واسه شما که آگاه باشید. و بعدی که خیلی کار خطرناکی هم هست، بیرون پریدن از پنجره. لطفا این کار رو حتی در خوابگردی هم اگر میتونید انجام ندید. یعنی مثلا اگر شما خوابگردی انجام میدید حتما پنجره ها رو ببندید و قفل کنید، چون که ممکنه خدای نکرده از یک پنجره 8 طبقه بیفتید پایین، که این اتفاق واسه کودک افتاده. متاسفانه دقیقا پیدا نکردم که چه اتفاقی افتاده، ولی این اتفاق واسه کودک 8 ساله که نه، واسه کودک افتاده، از 8 طبقه متاسفانه پرت شده پایین، ولی زنده مونده. این رو میدونم، خدا رو شکر، ایشالله که زنده مونده. بله در آخر هم میخوام واسهتون یک مصاحبه‌ای بذارم از یک شخصی که خوابگردی انجام میداده و تجربیاتش رو با ما در اشتراک گذاشته. بریم مصاحبه رو ببینیم و برگردیم. بله این هم از مصاحبه ایشون. ممنونم از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. لطفا نظراتتون رو توی کامنت بنویسید و اگر شما هم تجربه از خوابگردی دارین حتما بنویسید تا تو ویدیوهای بعدی از اون تجربیات هم استفاده کنیم. ممنون از اینکه این ویدیو رو دیدین. خدا نگهدار.